سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و واقعیتش شروع کردن این ویدیو یکی از شاید سخت‌ترین ویدیوها بود واسم. امروز 10 تیره بچه ها، فکر کنم 7 روزی از تمام شدن جنگ گذشته، ولی خب دیگه هر کس واکنشش برای جنگ یه جوریه و من نمیتونستم به حالت عادی برگردم. من بچه بعد از 2-3 روز که اخبار رو چک کردم و به معنی واقعی داشتم دیگه دیوونه می شدم، یعنی فقط گوشی توی دستم، اخبار رو رفرش می کردم، جلوی تلویزیون نشسته بودم. وقتی هم که اینترنت رو قطع شد دیگه واقعا داشتم دیوونه می شدم، یعنی شبا تا صبح جلوی تلویزیون می خوابیدم که مثلا اگه خبری بود بدونم و اینا. کلا اوضاع خیلی بد بود. بعد الان که یکم اوضاع آروم شده گفتم که پاشم هم واسه خودم روحیه بدم، همین که بقیه کارامو انجام بدم. رفتم اینا رو خریدم واسه توی یخچال. بچه ما وقتی یه چیزی رو میذاریم توی یخچال برمیداریم، بعد این طبقه های یخچال کلا خط و خش شده. من نمیخوام بدتر بشه این اوضاع. اینا رو گرفتم، بعد 2-3 تا وسیله خریدم، اینا رو خریدم. حالا گفتم که اول ویدیو رو حرف زدنی شروع کنم، بعد حالا موقع کار کردن خیلی حرفا دارم بگم، کلی قر قراره بزنم، کلی حرف دل قراره بگم. ما توی یه شهر مرزی داریم زندگی میکنیم بچه ها، شرایط واسه ما یکم متفاوت بود. اینا رو هم زدم اینجا که این هی نره عقب. بریم کارامون رو شروع کنیم. دیشبم مهمون داشتیم ما اینجا، پر ظرف. اول اینا رو باید بچینم توی ماشین ظرفشویی، بعد شروع کنیم بقیه کارا و صحبتمون رو. یه چیزی که توی این مدت خیلی ناراحت کننده بود، یعنی از نظر من واقعا ناراحت می شدم، این که نمیدونم چرا، چه اتفاقی افتاده، مردم به هم دیگه چرا میپرن آخه؟ مثلا جنگ میشه به هم میپرن، زلزله میشه به هم میپرن. اصلا از جو اینستا من به خاطر همین قضایا اصلا خوشم نمیاد. واقعیتش احساس میکنم کسایی که پیج پابلیک دارن توی اینستا یه جوری شده که انگار مثلا مسئول همه هستن. وسط اون همه اخبار مهم، مثلا با VPN خیلی سخت میشه اومد اینستا، اینترنت خیلی ضعیفه، میبینید 2 نفر استوری گذاشتن به هم دیگه میپرن. تو که تو ایران نیستی فلان کارو نکن. بابا تو رو خدا ول کنیم، بس کنین این ادا اصولا رو. واقعا چند روز بود خیلی داشتم هرس میخوردم، بعد نمیدونستم که بگم نگم، بعد دیدم نه، واقعیتش میشه گفت. یعنی شاید گفتنشم باعث بشه که حالا 1 نفر اگه به خودش بیاد و بگه آره واقعا مثلا من با فلانی چه کاری دارم، بازم خوبه، یه نتیجه مثبتی شاید بتونه داشته باشه. یه سری چیزاست که حالا باید با دستم بشورم. بچه ویدیوی تمیزکاری توی چنل من خیلی طرفدار داره. من یه ویدیو درست کردم، میخواستم اتاقم رو تمیز کنم، بعد یه ویو عجیب غریبی گرفت دیگه. این باعث شد که این حرفا من با تمیزکاری کردن و اینا شروع کنم. ببینیم مثلا توی شهر ما اینطوری نبود که ما نتونیم توی خونمون بشینیم یا مثلا بترسیم و اینا، چون واقعیت من حتی صدایی هم نمیشنیدم. ما روزی که جنگ داشت شروع میشد، ما یه مراسمی رفتیم، حتی من واسه یه شورت ویدیو گرفتم که اونو حالا واسه تو میذارم. ما از مراسم که برگشتیم ساعت فکر کنم هولوهوش 3:30 اینا بود ما رسیدیم خونه. من همیشه از مراسم که میام خونه، چون معمولا یه آدمی هم که شبا خواب درست حسابی هم ندارم، گفتم بذار یه چای درست کنم، مثلا آرایشم رو پاک کنم و یه مثلا روتین پوستی انجام بدم و اینا. شد ساعت 4:30. بعد که من میخواستم برم بخوابم، تازه گوشیمو گرفته بودم دستم و
نمیدونم کدوم پیج گذاشته بود. اصلا من پیج اخبار فالو نمی کنم، چون واقعا اعصابم نمیکشه هر روز یه اخبار بدی بشنوم، مخصوصا بعد اون قضیه الهه چون این اتفاق افتاد. اصلا من پیج اخبار نداشتم، نمیدونم تو کدوم پیج دیدم و واقعا اولش فکر کردم که یه اخبار مثلا فیک و دروغیه، ولی شوخی جدی شد دیگه. این زمان کرونا که واقعا اولش گفتیم بابا حالا بیاد به ایران برسه و اینا، خلاصه جدی شد. ما از اونجایی که بچه ها توی شهرمون جنگ آنچنانی احساس نکردیم، یعنی میگم شرایط طوری بود که همه به کار و زندگیشون بودن دیگه، فکر کن با اخبار بدی که هر روز داشتیم میگرفتیم کارمون هم باید انجام میدادیم. مثلا ما اون مراسمی که میگم شب جنگ رفتیم، خب اون ویدیوشو میخواست، اون مثلا عکسشو میخواست، اینطوری نبود که تو بگی خب جنگ شده من حوصله کار ندارم. مثلا تهران و شیراز و اصفهان و اینا که واقعا شرایط جنگی داشتن دیگه، اونا کارشون رو تعطیل کرده بودن. بعد عین اون آدمایی بودیم که من تو یوتیوب اینا میدیدم که مثلا بچه‌ای که خارج از ایران دانشجوان بیچاره‌ها مثلا همشون میگفتن که ما مثلا امتحان داریم فردا، پس فردا امتحان داریم، ولی واقعا نمیتونستن درس بخونن. اوضاع سخته. پس منم نخواستم این اوضاع رو سخت‌تر کنم، گفتم حالا پاشم یه خورده خودم رو مشغول کنم. قابلمه هام خراب شده بود، رفتم یه ست قابلمه گرفتم، اونا رو انداختم دور. اون کاری که من میخوام انجام بدم اینه که کل لوازم توی یخچال رو بریزم بیرون، بعد طبقه هاشو پاک کنم، اینا رو ببرم بندازم سر جاشون، بعد همه چیزو جا بدم. یعنی یه کاریو که شروع میکنی، شروع کردنت دست خودته، دیگه تمام شدنش عمرن دست خودت نیست. واقعا فکر نمی‌کردم تمیز کردن یخچال انقدر خسته کننده باشه. خب 1 2 3 4 تا اندازه این الان لازم دارم. بچه من دیدم واقعا 1 2 تا نیست که سر پا ببرم، اومدم نشستم پهن کردم روی میز، اینم الان آخریه دارم میبرم دیگه تمام شد. خب من تقریبا کارام تمام شد، یعنی توی یخچال رو تمیز کردم، تمام شدم. الان فقط تنها کاری که مونده انجام بدم، میخواستم که توی بعضی از کابینت ها هم تمیز کنم، بعد گفتم که دیگه این ویدیو خیلی طولانی میشه. فقط الان یه کوچولو مثلا مونده سینی فرو بشورم، این قابلمه های جدیدی که گرفتم و یه آبی بکشم بهشون و نهار بخوریم. ساعت 2:30 بطری بجوشه، این سینی فرو تمیز کنم و غذامون گرم بشه که نهار بخوریم. گفتم از فرصت استفاده کنم دیگه، این کارم تمام کنم.
بچه من یه تجربه‌ای در مورد خرید قابلمه دارم. گفتم که حالا که دارم اینا رو آب میکشم بذاریم بهتون بگم. اول اینکه بچه اگه از جنس قابلمه‌تون مطمئن نیستین، الان خیلی جنس اینطوریه، به هیچ عنوان اونا رو نباید توی ماشین ظرفشویی بذارید. واسه دم دستی میخوای استفاده کنی، وزنش بچه خیلی مهمه. قابلمه سنگین واسه دم دستی اصلا جواب نیست. قابلمه ها اگه اینطوری کنارشون یه فلزی چیزی داشته باشن خیلی خوبه. اینو مثلا نه واسه دم دستی یا کلا خوبه. من این قابلمه ها درشون کلا شیشه ایه. اول اینکه هیچ موقع چفت نمیشه روی خود قابلمه چون شیشه است دیگه. بعد موقعی هم که میخوای مثلا بذاری این ور اون ور خیلی باید حواست باشه که لپ پر نشه، نشکنه و اینا. ولی قابلمه ای که اینطوری کناراش یه نوار نازک فلزی داره هم خب روی در قابلمه خوب چفت میشه، هم منظور روی قابلمه چفت میشه. همین که خب مثلا وقتی میخوای بذاری این ور اون ور دیگه نگران نیستی که این بشکنه. نکته آخرم که فکر کنم به صورت فراوان شنیدین اینه که تحت هیچ شرایطی قابلمه رنگ روشن نگیرین چون که فقط اولش خوشگله. این شیشه هام هم در آوردم الان از توی کابینت، میخوام استفاده کنم. توی یکیش آب آلبالو ریختم گذاشتم توی یخچال، تو اینم میخوام اسپرسو بریزم بذارم توی یخچال. ظرف شیره گرفته بودم استفاده نمی‌کردم، گفتم حالا در بیارم تا موقعی که حال و حوصله‌شو دارم. حالا یخچال چون تمیزه الان خوشم میاد از همه چی استفاده کنیم تا اینکه دلمون رو بزنه دیگه، فکر کنیم مثلا کار چرتیه داریم انجام میدیم. میخواستم این ویدیو رو شروع کنم، عمرن از ذهنم رد نمیشد که یه ویدیو کامل فقط بخوام یه دونه یخچال تمیز کنم. فکر میکردم کلی آشپزخونه رو قراره تمیز کنم. فعلا که این تا اینجا اینطوری پیش رفت. حالا اگه ببینم بازم استقبال خوبی از ویدیوهای تمیزکاری میشه، خیلی کارهای زیادی قراره انجام بدیم.